سال 2020 یک برادری بزرگوار از اهل علم را واخورده بودم. اون کس که مشغولی به دنیا بودند بعد از اینکه طالب علم بودند و امام خطیب بودند و مدرس در مدرسه بودند، شکایت میکردن از سرکاری و مشغولیت به دنیا و تمنا میکردن که من میخواهم که اقلا تا نماز عصر کار کنم و یک مسجدی باشد یا یک مرکز اسلامی باشد که در آن کتابخانه داشته باشد و از نماز شام تا خفتن یا از نماز عصر اقلا تا نماز شام فرصت یافته آمده در بین کتاب ها وقتی خود را گذرانم. همین را من تمنا میکنم. گفته بودن سال 2020. دیروز هم صحبت شدیم، یعنی در سال 2025 باز همین تمنیات را کردن که من میخواهم که یک فرصت یابم و مشغول کتابخوانی شوم. برادران طالب علم را خاطر رسانی میکنیم تا اینکه لذت قرائت کتاب و لذت هم نشست شدن با کتاب را به خاطرشان بیاریم تا اینکه بازگشت کنند، چون که مشغولیتی 100% به دنیا این مصیبت است، مصیبتی در دین است، علل خصوص برای آدمی اهل علم، برای آن که کسی که علم دارد او مسئول است. از بالای آدم ها پرسیده میشد روز قیامت که برای چه علم را به آنها نرسانیدی؟ برای رسانیدن انسان باید تکرار کند. شخصی که 5 سال 10 سال از علم دور شده است، علم فراموش می شود. بنابراین حدیث هر یکی ما و شما را خاطر رسانی می کند. حدیث عبدالله ابن عباس است رضی الله عنهما، پسر عمک جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. میگن که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لرجل و هو یعظه، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به یک مرد گفتند در حالی که او را پند میگفتند، نصیحت میکردند، گفتند که اغتنم خمسا قبل خمسین، 5 چیز را غنیمت شمار، 5 نعمت را غنیمت شمار پیش از زوالش، پیش از آن که از دست دی. امروز که در دست داری اون غنیمت شمار. یکمینش شبابک قبل حرمک، جوانی خود را پیش از پیریگریت، پیش از آن که پیر شوی. امروز که جوان هستی، این خطاب به تمام جوان ها هست، جوانی خود را غنیمت دار. جوانی یه نعمتی است که به پول و مال این در ترازو گذاشته نمیشد. ببینید میلیاردرها میخواهند جوان شوند، تمامی مبلغ خود را صرف کنند و میخواهند جوان شوند. علل خصوص امروز میبینید همه نوعی زیبایی و سلامتی را شخصان پولدار جستجو دارند تا اینکه گشته جوان شوند. مادامی که جوان هستید، جوانی را غنیمت دانید، یعنی با علم مشغول شوید. هر یک لحظه ها، دقیقه های و ثانیه ها را آن را ثمرناک استفاده برید. با بازی های و بیهوده های و با یاوه‌گویی های و بیهوده گویی های و با یار و دوست هایی که شما را به گناه و به بیهودگی جلب میکند، از آنها دور شوید. هر برنامه‌ای که وقتی شما را میکشد، از اون دشمنی شما هست. شما اگر 12 ساعت مهنت کرده با عرق جبین این مال را کسب کرده و خریده بیاید و یک آدم دزدی کند، همون دزد در نظر شما کی است؟ هر روز شما مبلغ کار کرده میبید، 12 ساعت 15 ساعت کار کرده آورده مبلغ رو میمانید به خانتان، شبانه دزد میدزدد. هر روز دزد به شما کی است؟ دشمنی شما هست، نفرت از او دارید. اون برنامه هایی که وقتی شما را ضایع میکند، او دشمنی عظیم شما هست. چگونه شما با وی وقت میگذرانید؟
خلاصه جوانی را غنیمت دانید پیش از آمدن پیری. اون پیری هم می آید یا نمی آید. و صحتک قبل سقمک. امروز که صحت سلامت هستی، پیش از آن که بیمار می شوی که دیگر اون عبادت های زیادی رو که در ایام صحت و سلامت بودنت می توانی اجرا کرد اون رو نمی توانی. اگر کسی که در زمان صحیح بودنش عملهای صالح کرده باشد و بردوام در عملها باشد، در ایام بیماریش اگر نکند از سبب بیماریش قدرت ندارد، قوت ندارد، الله تعالی 100% اجر و ثوابش را می دهد. لیکن در ایامی که صحت سلامت هستی هیچ کار نکرده باشد چی را میگیری؟ در ایام بیماری بیماری آمده نیست. بیماری به سری هر یک بنده آمده نیست. پیش از آمدنش پیامبر صلی الله علیه و سلم صحت سلامتی را غنیمت دار. شنوایی بسیار نعمت عظیم است، بینایی نعمت عظیم است، عقل نعمت عظیم است، زبان نعمت عظیم است، چشم با این کتاب میخوانید، با این میشنوید، با این دست ها می نویسید. اینا که امروز صحت سلامت است، این غنیمت دانید. و غناک قبل فقرک. امروز اگر شما ثروت داشته باشید، پول و مال داشته باشید، اینم غنیمت دانید پیش از کمبغل شدنتان. بای اگر کمبغل شود بسیار عذاب میکشد. بنابراین به روزی فقرتان، به روزی ناداریتان، از روزی بایگریتان آمادگی خیش را ببینید. به یک روزی مبادا که احتمال است که انسان کمبغل شود بعد اینکه پولدار بود، به اون روزها هم آمادگی خود را بینید و امروز که ثروت دارید این غنیمت دانید. و فراغک قبل شغلک. و وقتی خالگی خود را پیش از مشغول شدن. این یعنی نقطه شاهدی اساسی همین است. بسیار برادرای طالب علم بودن، مدرسه ها خواندن، تمام کردن، در حجره ها تعلیم گرفتن، به غریبی ها سفر کردن، در دانشگاه ها خواندن، در هر کجایی که امکان پیدا کردن علم آموختند. لیکن این روز خیلی که نقل کرده میخواهند بازگشت به آن روزها، مشغولیت با علم باشند، وقتی خالگی داشته باشند و کتاب خوانند، درس خوانند، ولی اون رو ندارند. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه و فراغک قبل شغلک. وقتی خالگی خود را غنیمت شمار پیش از آن که مشغول شوی. و حیاتک قبل موتک. پنجمینش حیاتت را پیش از مرگت. مادامی که امروز زنده هستی حیاتت را غنیمت دان تا آمدن موت. هر یک لحظه های حیاتت را غنیمت دان گفتم.